اگه اینو ندونی مطمئنم به هیچی نمیرسی، یا اگرم برسی خیلی دیر میرسی. امروز میخوام براتون از قانون 1% بگم یا همون اثر مرکب. بیشتر افراد فکر میکنن برای رسیدن به موفقیت باید کارهای بزرگی انجام بدن، اما واقعیت اینه که موفقیت‌های بزرگ از قدم‌های خیلی کوچیک شروع میشه. قانون 1% میگه اگه هر روز فقط 1% بهتر بشی، آخر سال 37 برابر رشد میکنی. آدمای موفق دقیقاً از همین اصل استفاده میکنن، نه تغییرهای ناگهانی، پیشرفت‌های کوچیک و روزانه. اگه امروز فقط 5 دقیقه یاد بگیری یا فردا 1% بهتر کار کنی یا 1% کمتر اهمال کاری کنی، اینا تو طول زمان بیشترین تاثیر روی زندگیت میذارن. راز موفقیت این نیستش که یه شب تغییر کنی، اینه که هر روز یه ذره بهتر از دیروزت باشی. قانون 1% رو از امروز شروع کن و 1 سال دیگه خودتو نمیشناسی.